أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظیم. الله متعال با بندگان موحد و پیروان خود تذکر می دهد مضمون آیه کریمه ده. الله متعال می فرماید در این سوره این انزلنا که ما نازل کردیم قرآن عظیم شأن به پیروان خود به بندگان خود در شب قدر، یعنی از لوح المحفوظ به آسمان دنیا به بیت المعمور میگن خداوند متعال قرآن یک باره چکا کرد نازل کرد به آسمان دنیا. در دوام آیت های کریمه الله متعال با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمه و ما ادراک ما لیلة القدر. ای محمد صلی الله علیه و سلم ترا چی دانم که چیز شب قدر؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. این شب هست که بهتر از 1000 شب هست. به همین خاطر هر بنده مؤمن موحد اندک چند شب اگر عبادت کنیم مونده میشیم، نه که این شب قدر شب هست که اگر انسان بیداری کنه در اون عبادت کنه، طاعت الله کنه، ذکر الله کنه، استغفار کنه، از 1000 شب ده بهتره. مقصد اگر به طاعت بگذرونی، به نماز بخونی، یک رکعت نمازت برابر 1000 رکعت میشه. با استغفر الله یک استغفر الله میگوی برابر 1000 استغفر الله هست. مثلا چند برابر فایده دارد برای انسانی که قدر این شب میدونه. با در برابر آیات های کریمه الله متعال میگه تنزل الملائکه، نازل میشن یعنی فرود می آیند ملائکه ها و روح فیها باذن ربهم من کل امر. آنها با اذن پروردگار به سوی بندگان چکار میکنن؟ فرود می آیند. الله از حال بندگانش میدونه که بنده در چه حالت است، لکن اون ملائکه ها را چکار میکند؟ نازل میکند، فرود می آورد که تا اینکه نظر کنید بندگان من در چه حالت هستند. سلام هی حتی مطلع الفجر. اون ملائکه چکار میکنن؟ سلام میفرستن به بندگان تا اینکه طلوع کند فجر. حتی مطلع الفجر گفته تا بانده چکار میکنن؟ اون ملائکه به بندگان سلام میدهند. به همین خاطر بنده بهتر همون کسی است که این شب زنده داری میکند. برای انسان با عقل و میفهمیدگی یک نقطه بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. شاعر میگه. به همین خاطر یک انسان با عقل تا میگه یک نقطه بس است. همین انسان با عقل اند سخن بگوی میگه که ها بکی این شب زنده داری کن در کار تا اینکه تقوا را پیشه خود کنیم، در این شب زنده داری کنیم، از الله استغفار کنیم تا اینکه الله ما را هدایت کنه، الله ما را توفیق بده. که در صحبت های پیشین دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه مادرمون تعلیم داده که بده اللهم انک عفو کریم تحب العفو واعف عنا یا کریم. خدای تو بخشنده و مهربان هستی و بخشش دوست می‌داری و الله مهربان تو گناههای ما را ببخش. و در دیگر حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له. کسی که شب قدر چیکار میکنه؟ قائم میکند به طاعت به عبادت، خداوند گناههای را چیکار میکنه؟ مغفرت میکنه. و دیگر این که فضیلت از این شب این است که برادران هر کسی مقصد یک انسان با قدر بگیم سعادتمند اگر به شما سلام بگه و به شما نظر کنه شما چقدر خرسند میشه، چقدر خودتون آدمی بهترین در روی دنیا حساب میکنه. این شب است که ملائکه‌ای که مقرب درگاه پروردگارند مثل حضرت جبرائیل اونها به زیارت بنده ها میان که بنده ها در چه حالت هستند. به همین خاطر بهترین بنده همون بنده است که این شب از شب زنده داری میکند، از الله توبه و ندامت میکند، استغفار میکند که یک استغفارش برابر 1000 استغفار میشود، یک نمازش برابر 1000 رکعت نماز میشود. به همین خاطر این شب چی به تلاوت قرآن و چی به عبادت و به چی صلوات به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستن مقصد بگذرانید. الله متعال از محبت و برکت این ماه و شما را چیکار میکنه؟ برخوردار میکنه.
و انسان با ایمان و با عمل هم در این شب چیکار میکنه؟ بسیار کوشش میکنه استغفار بسیار بگه. بهترین عمل ذکری که حضرت موسی علیه السلام الله سوال کرد، الله متعال گفت قول یا موسی لا اله الا الله. او بهترین ذکری که با او تو را بسیار دعا کنم یا الله چیه؟ الله متعال گفت بگو ای موسی لا اله الا الله. کوشش کنین که در این شب لا اله الا الله بسیار بگین. و دیگر استغفاری که پیامبر بعضی روایت 70 بار و بعضی روایت 100 بار استغفر الله میگفت. خداوند از برکت و رحمت این شب ما و شما را برخوردار بگرداند.